سلام درود پهکین بلوچان، پهکین جوانان، خصوصا جوانان جالقی و سراوانی. عزیزان منی برات کوام وشین پولیم براتان، باور کنید یک چند روزیه که کلیپان شما یحتاین که سراوانی چک، جالکی چک، سراوانی فلانو جالکی فلانو واقعا دل مردم پدر دهید. چون بودیم بلوچ کجا بوده بلوچ که پهکن بلوچی خانواده و تداند، پهکن بلوچی غیرت و تداند. مروز یحتا به جه رسته که دورنا سراوانی جالکی که یکیند، رگ و ریشهش یکیند، سالهای سال در کنار هم زندگی کنند، گلاشند یکی دیگر دشمن دند، سلی خبر گویند، ناسزای گویند. پرچه زهی پرچه اصلا جالکی که و سراوانی که ندرون تمام یکیند. هیچ کسی نتوان بید مردمان سراوان بزرگ از وقت جدا کند، از یکی دیگر جدا کند. یعنی هر جالکی ها گو سراوانی گو بمپشتی گو کوگی گو گوشتی گو سورانی گو مگسی یکیو رگ و ریشهش یکی، حتما یک جای یکی دیگر رسند. نه تنها که سراوان بزرگ بلکه تمام بلوچستان بزرگ. عزیزم پرچه ما یحتاین دشمن شاد بودیم، پرچه گلاشین کارانی که دشمنان برای بلوچستان طراحی کردن پیش شوری. اتحاد رمز موفقیت ما شمایو. اگر پیتیم بلوچستان آباد کنیم، پیک درس بانیم، پیک متحد بیم، پیک یک بیم. سربازی هم مثلا کلیپ واش کرده برای سراوانیان جالکیان، پدشان جواب داده زشتند. بلوچستان مردم په یکیند. پرچه ماشمایی که زهی کنی، پرچه ماشمایی که در بر تبل تفرقه کوبی و نقشان دشمنان گلاشین اجرای کنیم. ماشما گلاشین ماشما دوشهر کس که کلیپم بود دشمن بلوچستانو، وگرنه اصلا این چیزا نیست. در بلوچستان پاکستان زهی نیست. ماشما نباید این چیزا تکرار کنیم، نباید وقتی دستان وقت ملت وقت نابود کنیم، دوچار تفرقه و اختلاف بین. ماشما تمام یکیم، بلوچ په یکیو. کسی نتوان بلوچ جدا که از هم دور کن. گندید که مروزی کن روز دشمنان بلوچستان کمر بستک بلوچستان جدا کنن، تکه کنن. والله تی ناآگاهیم بلوچ هم بخاطر منافع شخصی گلاشین همراه بند که ها بلوچستان چند دوست وستان بود چند تکه و نه برادران. هدف تجزیه بلوچستان و هدف تکه کرتن بلوچستان و نابودی فرهنگ زبان و تاریخ ما. بیچاره جاس کا رمش کا بیچاره غلگنجا بیچاره کهنوجا رودبارشان پشت بلوچستان بودن جداین، ندانه که ما بلوچیم. ای کاران ماشما ای جالقی کرتن، ای سراوانی کرتن، سربازی کرتن، واشی کرتن، تمامشان ضرر جنن به ماشماوات، به آینده بلوچستان، به فرهنگ بلوچستان. ماشما یک عمر در کنار هم بلوچ زندگی کرده. اگر همسایه نان نبوده، همسایه رفته نان داتا. اگر یک معیار یک بودن جان وتی داتا پا معیار. بلوچ معیار جل بوده، بلوچ راج دوست بوده، قوم دوست بوده. فرهنگ بلوچ ریشه در تاریخ یا قدمت مناطق بلوچان نسنده 12,000 سالو. مکنید عزیزان من چشکا تکد ماشما یعنی دشمن شاده بین. ستار خان یک گپی جان اگو که دشمنان ما تنها زمان توانه بر ما پیروز به که ماوت دشمن یک دیگه ببین. ایو ما همه زمان رسته ماشما دشمن یک دیگه بودیم. بلوچ کشید، بلوچ جنگو تمامش از این مسائل کوچیک چه سبه که مثلا یک دیگه صدا وشه کنیم، ووس وشه کنیم، کلیپ وشه کنیم، دشمن وشه کنیم. شان هدف ها یک نفر اصلا باید شاید بلوچ نه ها یه اول شروع کننده ای کار بود. یک جایی بلکه آقا جیره گرفت که بیاد بلوچ بجان بلوچ دوردن تفرقه ایجاد کند. مکنید ما را جالقی و سراوانی نی
مار سورانی و مگسی سراوان نی، مار سربازی و واشی و زاهدانی و نیک شهری و چابهاری و ایران شهری هم نیست. مار سیستانی هم نی، تمام یکیند، تمام بلوچ بودند، تمام یکیند، تمام یک قومیند، یک نژادیند، یک فرهنگیند. مکنی عزیزان خلاشین وطن تیشه و ریشه تاریخ و تمدن و فرهنگ و تجنی برید درس بوانید، برید تحصیل بکنید، برید جهد کنید، کوشش کنید، یاد بگیرید و این مملکت این بلوچستان آباد کنید. وظیفه ماشمایو در راه آبادی بلوچستان جان و تهم بدین، مال و تهم بدین، اولاد و تهم بدین. این بلوچستان مات ماشما وطن ماشمایو بچار چو سوخته چو نابودو سرگرم چه ماشما دنیا گلاشو کجای رو سرگرم چیو. عزیزانمو براتانمو از تمام شما خواهش کنم، من کسرین برات شمایم، من یک براتین چه شما تسراوان کسر از تمام شما تمام بلوچانا. اما از شما خواهش کنم ای کاران مکنید، ای کلیپان علیه یک دیگه پر مکنید، مکنید ای کاران و دشمن مکنید و یک دیگه دشمن شاد مبین. نقشان کسانی که نابودی بلوچ شپه، نابودی بلوچستان شپه اجرا مکنید. انشالله که ما شما پاک از بعد از زهیه ای کارانا ای کلیبواش کرتنانا ای علیه یک دیگه استوری کرتنانا کنار منادین و متحد بین و یک بین و سعی کنین که تا جایی که توانیم برای آبادانی بلوچستان، برای آبادانی سرزمین و تلاش بکنین. خدا کند که انشالله تمام ما شما آفا نگرش و درک و درد بیت وجود این که بلوچستان پری مهم بود.